سلام به گیمرهای عزیز. امروز به آنباکسینگ ویژه در خدمتتون هستم. آنباکسینگ باندل تایتان فال ایکس باکس وان. با هر بدبختی که بود بالاخره یکی از آخرین ایکس باکس وان های ریژن 2 تو بازار نصیب من شد. بالاخره گرفتمش دیگه. هر بدبختی بود گرفتمش. خب آنباکسینگ رو شروع میکنیم. این جلو که عکس ایکس باکس وان هست با تم تایتان فال، با نسخه دانلودی از بازی تایتان فال که داخل این جعبه هستش. و در این قسمت هم که چیزایی که داخل خود جعبه هستش رو میبینید، کنسول و کینکت و دسته و اینم فکر کنم همون نسخه دانلودی از تایتان فال، هدست، کابل یو اس بی، وای فای، 500 گیگابایت هارد داخلی و 1 ماه گلد. و پشتش هم که چیز خاصی نداره، عکس از تایتان فاله. شروع میکنیم الان باز کردن و بسم الله الرحمن الرحیم. کینکت در این بالا قرار داره و کابلش هم که اینجا باید باشه. خیلی هم سنگینه. من شنیده بودم میگن سنگینه و نمیدونستم در این حد. بزرگم هست. حالا اگه بتونم یه جا جلوی تلویزیون جا بدم اینا. و کد بازی تایتان فال این فکر میکنم. بله آقا این فروشیه، من اینو لازم ندارم. اینو هر کس میخواد به من پیام بده. اینو دیگه مجبور بودم من باندل تایتان فالشو بگیرم، چون باندل دیگه ای از یا اصلا استاندارد ادیشن ریژن 2 توی بازار نبودش. یه ماه هم ایکس باکس لایو گولد هست توی نسخه های معمولی 14 روزه که توی این باندل 1 ماهه. و اینم که دفترچه‌های راهنما، چیز خاصی اینم نداره. اینم فکر کنم 1 هفته گلده. اینم راهنمای استفاده است باز و هدست. هدست ایکس باکس وان خیلی بهتر از هدست PS4 هدستی که داخل خود جعبه PS4 قرار داده شده بود. به نظر من خیلی با کیفیت تر از اونه. اینم که قسمتیه که به دسته باید بستش کنید. که اینم چیز خاصی نداره. و پاور بریک. خیلی هم اینم بزرگه، ولی خب خوبه که داخل خود کنسول قرار داده نشده. انقدر از این انتقاد نکنید. این به خنک نگه داشتن کنسول کمک میکنه که بتونید بیشتر ساعت بیشتری بازی کنید و داغ نکنه کنسول. اینم که کابل برق هست یا اون پاور کورد و دسته. زمان زیادی رو صرف کردم تا اینو دستم بگیرم.
واقعا دسته عالیه، قشنگ فیت دست میشه نسبت به دسته PS4. خیلی راحت تره تو دست، امکاناتش کمتره مثل تاچ پد و اسپیکر و اینا، ولی خب تو دست خیلی راحت تره. و کابل 4K هست، کابل HDMI 4K که اینم باز نسبت به کابل HDMI PS4 بهتره و با کیفیت تره. و میرسیم به خود کنسول. چسب این قسمت هم باز کنم. خود کنسول رو میبینید خیلی بزرگه، نسبت به PS4 سنگین تر هم هست، ولی خب بازم اینم به خنک نگه داشتن خود دستگاه کمک میکنه. اینم باز مشکل خاصی نیست. قیافه نظر قیافه PS4 نظر من خوشگل تره، ولی خب اینم باز خوشگله. پورت ها رو میتونید این پشت ببینید، برای کابل برق HDMI out، HDMI in و دو تا پورت USB 3 و کینکت، پورت لن هستیم. این هم از انباکسینگ ایکس باکس وان ما. امیدوارم به اندازه کافی لذت ببرید ازش.